سلام به تمام شما وطندارای عزیز. امیدوار هستم که خوب جور صحتمند و سرحال باشین. باز هم به غزال در سرکای پشاور چکر میزنم. خب دوستای عزیز، شما بگوین که قسم عادت دارین در خانه ششت خسته میشین، یک دفعه دلتان میشه که مثلا یک جای برین همون تو چکر برین و براین دیگه. هیچ همو در فکرتان هم نمی باشه که باید بیرون بریم چکر یا این همو تو بریم. خب من همو تو یک عادت دارم که دفعتا دلم یک جای میشه باز برایم میرم. راشه سنگی ولکا طبیعت ده خده نوم ده ارشید ده سر تراشه رازه چه خبری که زوتا تراشه ارشیده راشه کنه سکه ارشیده کار سکار که گلان خرس گلان دانا پسو خرسه سلو بای مال پسو ورکه مال پسو راکه سلو 50 روپये 50 پیسې نشته فری والا فری راکه. واو ډیره مننه، خوشحاله اوسئ دوستای عزیز. ما یک دانه سپیش میگیرم دیگه. گرفتی تو؟ خب پیسه از کولم استعمال یو دانه راکم. خب پیسه شد داده دوستای عزیز. مننه رو خوشحاله اوسئ. دوستان ما سر پاتشی چرت مزه. خب دوستای عزیز، به خاطر که بسیار زیاد بیروبار است دیگه هیچ جای بیکار نیست، از اون خاطر یک چند دقیقه جوایت میکنیم که تا یک جای بیکار فری پیدا شه و ما بریم بشینیم و غذایی را که میخوایم نوش جان کنیم امروز ببینیم که چی نوش جان میکنیم. خب امرای فامیل آمدیم، مادر جان، خواهر، همگی همراهیم است دیگه. ببینیم که یا چی دوست دارن امروز نوش جان کنن. خوب هموطنای گلم، قسمی که میبینین دیگه از گلکام خریدم. خب خوب بود امروز. جناب صاحب خواهرم بسیار زیاد دل کلان کرد که پیسه شداد دیگه. قیمتش 100 روپیه کالدر بود. تشکر دیگه. خرچه کد سرم دیگه. اینجا هم قجات بیربار است که هیچ پرسان نکنین دوستای عزیز دیگه. به خاطر که در خانه که بشینی یکی از وطن دور باشی و دیگه روزای خسته کن تابستان از هر چی خو کنی همو خوتان پوره نمیشه. گفته مادرم میگه هر قدر خو کنین همو خوتان چوچه و بچه میکنه دیگه. ایره راست میگه. هر قدر ما خو زیاد کنم بازم نمک خوم دیگه هم زیاد شده میره، کم نمیشه زیاد میشه. نکنین طرفم سعی باز گپ زدن نمیتونم. حتی دقیق طرفم سعی میکن دوستای عزیز. دور از جانتان میبینین دوستای عزیز همین چشمکم هم درد میکنه. خدای دیگه خودت رحم کن. به خاطر که اولا که دیگر دیده بودین پیش دکتر رفتم، باز دکتر دیگه گفت که باید لیزر کنی چشمتا، آینک بپوشی دائمی و دوا هم بسیار زیاد داد که هر شب هر روز باید استفاده کنم و من دیگه بسیار زیاد تنبل هستم دوستای عزیز. همین دوا و چیزا هیچ استفاده کردن نمیتونم، نمیفهم چرا دیگه. دستم شخ شد دوستای عزیز. خب شما تا آخر ولاگ با ما باشین به خاطر که یک جای منظم صحیح پیدا کنیم. من نشان میدم که چقدر بیربار است. ببینین خودتان. ببین دوستای عزیز بسیار زیاد بیربار است. از او خاطر دیگه هیچ جایی نیست که ما باید بشینیم. همگی ششتن مصرف و غذا خوردن هستن و دیگه ببینیم چی میشه که یک جای بیکن. اگر این همون دیگه گشنه و تشنه قراره که اینجا میشیریم دوستای عزیز. چی کنیم دیگه؟ خب بالاخره یک میز بیکار به ما پیدا شد دیگه. آمدیم اینجا ششتیم. چطور زرد میایم اینجا؟ به خاطر که اینجا لایتینگش تمامش زرد است. از او خاطر لایتینگ زرد و گارسونایش لباسای زرد پوشیده دیگه. چی میخوری؟ ما خب از چیزی پیزایش زیاد مشهورم است، خوشمزه است. میخوایم پیزا بخورم دیگه. چیز خاصی خوش ندارم بخورم چون از این جره پیزایش خیلی خوشمزه است. خب میگه امروز پیسه را تمام شد تو میتی؟ کدام روز تو دادی؟ همیشه سر ما پیسه میتی خوارک. استغفر الله توبه خدای. دوستای عزیز ببینید چقدر دروغ و کلان میگنی. ما میفهمی امو روز یک خیرات میکنم که جناب ما یک چند پیسه از جیبش برای به خاطر که بسیار زیاد سخت است. نمیفهم چرا دختران زیاد سخت نمی باشن. نمیفهم که چرا تو سخت است.
نه دیگه سخت نیست. خوب است پس انداز داشته باشید به جای که پیسه زیاد مصرف. بشویت پس انداز میکنی؟ نه به شویم پس انداز نمیکنم، به خودم پس انداز میکنم، چون نشه روزی که ما به شوهرم محتاج شم بگیم که پیسه برم بده. بهتر است امرای خودم پس انداز داشته باشم. خب دوستای عزیز باور کنین یگان دفعه که در خانه امرای ما پیسه میدان نمی باشه، مثلا 50 روپیه 100 روپیه، باز کی را میگم برو خیر 100 روپیه بده یا 50 روپیه بده، باز میگه که من خو ندارم. این دیگه امروز دوستای عزیز مرادش فهمیدم که چرا پیسه نمیداد. میگم من پیسه پس انداز میکنم به خاطر که روزی نبیه که مثلا من شوهر خود پیسه بخوایم. حال شوهر کس میگیره به خاطر امین دوستای عزیز که برش خرج مصرف. مگم میفهمی دوستای عزیز نامزدش بسیار انسان خوب است، از اون لحاظ بسیار خوب است. مگم بازم دیگه یه مترسی هیچ وقت از کس پیسه و چیزا نخواستم. حتی این ما خواهرش هستم، نه حقش است که از من هر چیز باشه به خودم میگیرم، به زوام میگیرم یک قسم. خب باز دیگه ای گپش خوشم آمد. میگه پیسه پس انداز میکنم که مثلا سبا روز نشوه به شوهرم یا به کسی دیگه دست دراز کنم. شما بگوین شما چه قسم هستین؟ از کسی پیسه، از کی در خانه زیاد پیسه میخواین؟ از پدر، برادر یا از شوهر؟ از کی میخواین؟ دیگه این دوستای عزیز خواهرم پیزا ندر کرده بود، دیگه این پیزایشم آمد. شما بخورین پرتین به خود، من قسم میکنم و دیگه پیزا نوش جان میکنم. خب دوستای عزیز سیره بانم اینه اینجا. خب دوستای عزیز اینه پیزایش رسید. ببینم مزیش خوب شد دوستای عزیز. بسم الله. من پیزا را گرچه دوستم ندارم مگم واقعا مزیش خوبش است. خب هموطن عزیز یک گپ به شما یادآوری کنم که خواهرم میگه امرای قاشق پنجه باید میخوردیم. خب امرای قاشق پنجه مزه نمیتنی، امی پیزا که همه تو نخوری وطنکی هیچ اصلا مزه نمیتنی. حالا چی مانده که قاشق پنجه را پشتش بگیری، کارت پشتش بگیری؟ نه، چیزی که هستی اونمو باید باشینی. من خو همیشه وقت اینمو تو میخورم. حالا چیزا پیش روی کامرا بیایم که والا ما امرای قاشق پنجه میخورم، این نه. چیزی که هستم دوستای عزیز در ریالم اینمو تو هستم. قسمی که ما در روی صحنه میایم یا در ویدیو میایم، در ولاکای خود میایم، اینمو تو هستم. هیچ در خود تغییرات نمیارم. بعضی کسا هستن دوستای عزیز ما ایره تجربه کردیم دیدیم که مثلا رو به رو ببینی شانه یک قسم خو یادت می داشته باشن، باز در روی کامرا که میاین در ویدیوها که میاین باز یک قسم خودم میگیرن کاملا خود چنج میکنن. نه، چیزی که هستی امو باید باشینی. دیگه دوستای عزیز من پیزا رو دوستم ندارم، خود صرف امروز به خاطر خواهرم مادر جانم خواستم که مام نوش جان کنم. دیگه اینا خوردم دوستای عزیز نیم کلا اینته. نه با ما دیگه نه وان دیگه شما بخورین که چی میگن چاق شوین. چاق نه مخ خونه رازی دیگه. این دوستای عزیز دیگه خوشبختانه بگم که خلاص شد نوش جان ما و جای شما خالی دوستای عزیز. و ای بود اولاک امروزی ما که من غزال نظری با جمع از فامیل خود تقدیم شما کردم، گرچه فامیلم در روی تصویر نبود. خب خیر چی میگم پشت پرده بودن دیگه. من خب میگم کاش که مادر جانم همراه همکاری کنم بیایم. حالا چطور قار طرفم سیکت میگم من تو را اجازه نمیتم دیگه. بسیار ما با مشکل در میدیا آمدیم. برای میگه که بدل ما باشه ترم قرار در خانه میشانم دیگه، مثلا در یوتیوب در یا نبیا. خب دیگه بازم مادر جانم زنده باشه، سلامت باشه دیگه. خداوند عمر طولانی نصیبش کنه امرای همگی مادران که امرای ما بسیار چی میگه زحمت کشیده
مثلا در جایی که رسیدیم از برکت خداوند و از برکت مادر جان خود رسیدیم. تشکر بسیار زیاد. دیگه میشه ششته سلام میگه به شما دوستای عزیز. دیگه زیاد پرحرفی نمی کنم، وقت برنامه یا وقت ولاگ هم پوره شده و این بود ولاگ امروزی که ما غزال نظری تقدیم شما کردم. تا ولاگ بعدی هر جا که هستین خوش و خندان باشین، همیشه آرام باشین و چینل ما را هم سابسکرایب کنین.